السلام علیکم یارو دوستان محترم هوادارای کانال و خصوصا بالشیکای فوتبال که طول یک هفته زیادتر از یک هفته بازی ها شده گذشت در میدانچه ورزشی سامانیان، که امروز بعد از ساعت 2 به وقت تاجیکستان بعد از نماز جمعه بازی نهایی همین جام فوتبال کالخوز سامانه نهایی مسجو به انجام میرسد. امروز در فینال و میخورد دسته زرافشان و دسته اولی سامانی پالدورک. بعد از نماز جمعه ساعتی 2:00 اکی میتونید تشریف بیارید. بالشیک ها و اینچنین فوتبال باز ها نیست، میتونید بیاید. امروز فینال است بین این دو دسته. دوستو راستی گپ، اگر همین خدمت من که چند روز اگرچه خدمت خرسانه هم بود و کمی هم نوار کردیم برای دوستو قدردانی کنید. اگر کانال ما دستگیری میخواهد، یعنی که البته برای دستگیری من راستی گپ کار دارم، اما میخوام که همین کار امروز یک طرف مونده برای دوستو از همین بازی افیر کنم. دوستو همین بازی را افیر کنم، مردمی که در اون طرفی گویم دنیا هستن، که از هر گوشه کنار دنیا هستن، میخوان همین نواری ما رو تماشا کنن. دستگیری کنید. همین کارتر کمی هم باشد برای اینترنت پولی هم شود، اگه میندار میشنن که میفهمیدم که شما که نواری ما رو قدردانی کردن، خدمت ما رو قدردانی میکنید. دوستو بگذار هر کی هر چی گوید کامنتاری بیزیب نویسیگا رو ما حتما بلوک میکنم. دوستو هر کس نید هر چیز خانه بیزیب ننویسه، نگید که نه جوگی این وای بالا بتر گفته، بعضی‌ها دارم می نویسن. اما این من میخوام تنها برای همون خدمتی که برای شما ادوشی میکنم، یعنی که همون چیزا قدردانی کنید، خیلی خرسند میشم. دوستان یعنی که پول اینترنتش برای خلاص خیلی واقعا سربلند و خانواده باشه، لیکن تشریف بیارید امروز با بازی فینال دوستان ساعت 2:00 باقی سربلند و خانواده باشه.